سلام. اگه از این مدل آیفون تصویریا داری، زنگ در رو میزنی ولی صداش نمیاد. تصویرت روشن میشه ولی صدای زنگ نمیاد. این کاری که میگم بکن تا زود مشکلت حل بشه. اول در آیفون رو باز میکنیم، بعد این کانکتور رو جدا میکنیم. البته من پیچ ها رو از قبل باز کردم، 3 تا پیچ اینجا داره. پیچ رو باز میکنیم. این ولوم صداه. خب اگه این ولوم خراب باشه صدای بلندگو زیاد نمیشه که شما بشنوید. یعنی زنگ در میخوره، این LCD روشن میشه، ولی چون صدا کمه خروجی صدا رو نداری. یعنی این ولوم خراب شده. واسه خاطر اینکه این مشکل رو حل کنی با یه کار خیلی ساده میتونی صدای آیفون رو برگردونی. اگه پشت ولوم رو نگاه کنی 3 تا پایه داره. دقیقا همین 2 تا پایه‌ای که من به هم لحیم کردم و به هم وصل میکنی، مشکل صدات حل میشه. تنها ایرادی که تو این روش وجود داره اینه که دیگه صدا رو نمیتونی کم و زیاد کنی. خیلی هم چیز مهمی نیست. صدات روی ماکسیموم حالته. این 2 تا پایه رو پس به هم وصل کن تا مشکل حل بشه. الان من یه تستم براتون میگیرم که مطمئن بشیم کار میکنه. یا وصل میکنم به ظرف. یه نکته ای که هست، این سیم سبز یا از سمت چپ اولین سیم، این برای صدای زنگتونه که حالا به این پایه هم دست میشه. یه سیم میزنم اینجا. خب وقتی که این سیم به زمین یا گراندتون وصل بشه زنگتون میزنه. خب یکی از پایه های این خازنا میتونه به عنوان گراند انتخاب بشه، یا اینکه من اینجا با مولتیمت پیدا کردم این پایه دوم گرانده، زمینه. وقتی به اون وصل کنم صدای زنگم در میاد. خداحافظ.